خودرویی که می‌بینین در اصل 3 هول هست، قرار توسط کرما موتور به نام KMC X5 عرضه بشه. موتور گیربکس این ماشین با جک S5 1.5 لیتری یکیه، ولی یه مقدار آپدیت شده و الان میتونه 181 حصه بخوره و حدوداً 300 نیوتن گشت‌آور رو تولید بکنه. پلتفرم همون پلتفرم جک S5 و حتی از بغل هم ببینید دو تا درهایی که هستن عین، حتی لچکیش عین همون جک S5 هستش که توی بازار داریم. رینگ های 18 اینچی، جلو پنجره خیلی بزرگ که دیگه مد شده، چراغای متفاوت که نمیدونم دوست داشته باشین یا نه. بریم داخل ماشین رو هم ببینیم. یه صفحه نمایش بزرگ، دوربین 360 درجه، TPMS داره، اپل کارپلی داره، خطخوان داره. اینجا رو میبینین روی اون بلندگوه یکم نورپردازی داره، نمیدونم دوست دارین یا نه. اهرم دندش این